خانم ها آقایان، توی این ویدیو قراره به واسطه مگنوس کارلسن چند دقیقه از شطرنج لذت ببریم. الان که دارم این ویدیو رو براتون رکورد میکنم ساعت 12:30 شبه و تا به دست شما برسه میشه ساعت 2 و خیلی ها این ویدیو رو نمیبینن و احتمالاً ویو هم کم میخوره، اما فاقد اهمیت. یک بازی بسیار زیبا رو از مگنوس کارلسن براتون آوردم. شایدم برای من انقدر جذاب این بازی که قراره بهتون نشون بدم در قهرمانی شطرنج تیمی اروپا که 3 راندش تا الان انجام شده. راند سوم همین امروز اتفاق افتاده که مگنوس کارلسن برای کشور نروژ بازی میکنه و در واقع تیم نروژ دارن با تیم ایسلند بازی میکنن. در مقابل استاد بزرگ ایسلندی گیری تارسون قرار این بازی اتفاق بیفته که مگنوس کارلسن با مهره سفیده. بدون حرف اضافه میریم سراغ بازی که مگنوس بازی رو با حرکت E4 شروع کرده. E5 اسب F3 اسب C6 فیل به خونه B5 اومده، گشایش روی لوپز A6 دفاع مورفی فیل برگشته، گسترش اسب و D3 فیل گسترش پیدا کرده، فیل به خونه E7 یا C5 شاخه اصلی اینجا C3 بازی شده و B5 حمله به فیل جابجا شده و D6 قطره این فیل رو هم باز میکنه، پیاده رو هم داره توی بازی حمایت میکنه. فیل به خونه G5 اومده، شاخه فیل G5 رو برای این بازی مگنوس کارلسن انتخاب کرده. فیل مورد حمله قرار گرفته، فیل به خونه E4 اومده و فیل برگشته به خونه A7 چون نمیخواد حرکت D4 با تمپ توی بازی همراه باشه. گسترش اسب و G5 حمله به فیل و فیل به خونه G3 اومده توی این لحظه و در واقع الان توی بازی فیل سفید فیل خیلی خوبی نیست. این فیل سیاه روش میبینید همه قطرها بسته است. اگر براتون سوال چرا اینجا با اسب نمیکوبه توی پیاده بعد فشار بیاره به این اسب توی بازی، چون شاه سیاه هنوز قلعه نرفته و اصلا دیگه بعد از این اتفاق نیازی نیست قلعه کوچیک بره، میتونه توی بازی قلعه بزرگ بره و الان شما اتفاقا ستون رو برای رخ سیاه توی بازی باز کردید. اوکی H4 فیل رو میخوای حمایت کنی، وزیر رو بیاری فشار رو به اسب بیشتر کنی، رخ G6 همه چیز دفاع میشه. این منم که دارم به تو حمله میکنم یا تو به من. پس این اتفاق شدنی نیست. فیل به خونه G3 اومده و وزیر گسترش پیدا کرده. اسب F1 میخواد بچرخه و بیاد به خونه E3. فیل گسترش پیدا کرده توی بازی و اسب به خونه E3 اومده توی این لحظه. توجه کنید از اون جایی که سیاه همه در واقع پیاده هاش رو توی خونه های سیاه رنگ قرار داده، خونه های سفید رنگ میتونه تارگت سفید باشه توی بازی و اگر این فیل توی بازی نباشه اون موقع همه چیز به نفع سفیده. مثلا اینجا اگر که خود سفید بخواد فیل رو توی بازی تعویض کنه، سیاه با پیاده پس میگیره و از خونه های سفید رنگ توی بازی حمایت میکنه. این اسب نمیتونه از این خونه ها توی بازی استفاده کنه و اگر که خود سیاه هم بخواد فیل ها رو توی بازی تعویض کنه، این ضعف برای سیاه توی پوزیشنش پیش میاد و اسب میتونه از خونه های سفید رنگ استفاده کنه و هیچ کدوم از مهره های سیاه نمیتونن مثلا این اسب رو از خونه F5 حالا بلند کنن. رخ به خونه B8 اومده و مگنوس کارلسن قلعه رفته. توی این لحظه حریفش گیری تارسون فیل در اسب کوبیده به خاطر اینکه نمیخواد از این ضعف‌های خودش این اسب توی بازی استفاده کنه. حاضر شده برتری دو فیلش رو اینجا فدا کنه و خب پیاده های سفید هم دوب شدن، اما مهم نیست. ستون رخ حالا توی بازی باز شده و سیاه هم توی این لحظه قلعه رفته. اسب به خونه D2 اومده، ستون برای رخ باز شده و فیل به وزیر نشسته، وزیر جابجا شده و فیل به خونه H5 رفته. این فیل سفید رو ببینید چه قدرتمندی رو داره کنترل میکنه. اسب برگشته به خونه F3 و توی این لحظه سیاه حرکت شاه G7 رو بازی کرده که حرکت خوبی نبوده و با هم دلیلش رو هم میبینیم. خب شاه مسلما دلش نمیخواسته توی این قطر بمونه، اما سیاه باید چی کار میکرده؟ سیاه میتونه با حرکت اسب D7 با طرح حمله به فیل به بازی ادامه میداده یا اینکه حتی شاه رو میذاشته خونه H7. با هم دلیلش رو میبینیم. خونه G7 چه فرقی با خونه H7 توی این بازی داشته؟
توی این لحظه شاه G7 بازی شده و مگنس کارلسن حرکت درخشان بازی رو انجام داده، اسب خودش رو گذاشته خونه H4 و این اسب سیف به خونه F5 قراره بیاد توی بازی. پیاده نمیتونه اسب رو تاچ کنه به خاطر اینکه فیل پیاده رو میزنه. حالا کی قراره این اسب رو توی بازی نجات بده؟ وزیر قراره بیاد توی کار و کار سیاه ساخته است. اینجا باید با حرکت وزیر D7 به بازی ادامه بده، با رخ میکوبه توی پیاده و بعد وزیر وارد عمل میشه. پس این اتفاق نمیتونه برای سیاه توی این لحظه بیفته و فیل به خونه G6 رفته توی این لحظه. بذارید یه چیزی هم بهتون نشون بدم. چند حرکت قبل توی این لحظه، خب شاید براتون سوال باشه، خب اینجا هم همین تکنیک جذابه وجود داره، اسب میتونه به خونه H4 بیاد و خب میگی با پیاده هم که سیاه نمیتونه بزنه به خاطر این آچمزی قوی و فشار به اسب. اما تفاوت داره اینجا. اگر اسب به خونه H4 بیاد، سیاه اول اسب در E4 میزنه و خب شاید سفید بتونه اینجا بگید پس بگیره، اما خب اینجا دیگه اسب رو از دست میده و وزیر داره پیاده رو توی بازی حمایت میکنه و حمله سفید توی بازی بی سرانجام میمونه. اما بریم به چند حرکت جلوتر. البته بذارید اینو هم بهتون بگم، این فیل اینجا جایگاه بسیار مناسبی داره و داره خونه های سفید رنگ رو کنترل میکنه. اما توی چند حرکت بعد وقتی که به این لحظه میرسیم، این فیل هیچی رو توی بازی کنترل نمیکنه و اون تکنیک هم برای سیاه توی بازی جواب نمیده. اینجا اگر اسب در E4 بخواد بزنه، سفید نیازی نیست اسب رو بزنه، اسب میاد به خونه F5 کیش میده، چنگال وزیر و شاه توی بازی. حالا فهمیدید چرا شاه H7 اونجا حرکت درستی بوده و این فیل رو ببینید، این گوشه صفحه کار خاصی رو انجام نمیده. اینجا فیل برگشته تا از خونه F5 توی بازی حمایت کنه. اسب F5 کیش باید با فیل بزنه وزیرش وگرنه میره و توی این لحظه دو فیلش رو سیاه توی بازی از دست داده. مگنس کارلسن با رخ زده نه با پیاده، میخواد از ستون F توی بازی استفاده کنه و مهرهاش رو توی ستون F قرار بده و حمله خودش رو ادامه بده. اسب به خونه D7 رفته و وزیر E2. وزیر میاد تا از خونه های سفید رنگ توی بازی استفاده کنه، از ضعف های سیاه. وزیر به خونه E8 رفته. خب وزیر هم حالا داره این قطر رو حمایت میکنه، شاید بعداً بخواد با F6 به بازی ادامه بده. رخ رو گذاشته خونه F1، رخ‌ها رو توی ستون F دوبل کرده مگنس و F6 بازی شده از طرف سیاه و توی این لحظه مگنس کارلسن دو فیل داره توی بازی در یک پوزیسیون بسته. خب این فیلش که خداه داره کل قطر رو کنترل میکنه، اما این فیلش چیه؟ این فیل رو هم باید به بازی اضافه کنه و ما میدونیم صفحه باز بهترین موقعیت برای فیل ها هستن که بتونن توش جولان بدن. H4 اولین حمله به پیاده های سیاه توی بازی انجام شده. اسب برگشته حمله به رخ، مگنس گفته رخ رو به تو نمیدم. اسب C5 حمله به فیل، گفته فیل رو به تو نمیدم. فیل های من بسیار قدرتمندن. اسب به خونه G6 اومده و H5 ضعف بعدی رو هم توی پوزیسیون سیاه ایجاد کرده. حمله به اسب، اسب باید برگرده. حالا ضعف های سیاه بیشتر توی بازی به چشم میاد. D4 حرکت بعدی برای باز کردن مرکز صفحه. خب اسب زیر ضرب اسب رو برگردونده، مرکز رو سیاه نمیخواد باز کنه، اما فیل برگشته تا از این قطر مجدد توی بازی استفاده کنه. رخ به خونه D8 اومده. چیکار میخواد بکنه سیاه توی این وضعیت؟ خیلی حرکات قوی هم توی بازی نداریم. وزیر گیر افتاد، همین الان دیدم. کجا وزیر خونه ای هم دیگه نداره بره. A4 حرکت بعدی برای باز کردن بازی، پیاده ها رو میرونه تا بازی رو باز کنه. F5 و توی این لحظه پیاده ها تعویض شدن و مگنس کارلسن کم کم داره به خواستش میرسه. یک پیاده قدرتمند آماده است برای F6. با شاه اومده به خونه F6 تا اجازه پیشروی پیاده رو نده، اما فیل به خونه E6 اومده. ببینید این فیله داره چیکار میکنه.
فیله داره کل بازی رو کنترل میکنه. آیا شما دوست دارید این فیله رو داشته باشید یا این وزیره؟ کدوم رو دوست دارید داشته باشید؟ این فیل به اندازه اون وزیر قویه توی بازی. وزیر اومده به خونه C6، پیاده ها رو تعویض کرده و داره پیشنهاد تعویض وزیر رو میده به مگنس. اما مگنس کارلسن گفته چایدی بابا ول کن، من وزیره رو که بهت نمیدم. آماده است برای حمله. A5 و B3. خب با طرح روندن پیاده ها و میخواد رونده ایجاد کنه، معلومه که نه، داره ردیف رو برای رخ توی بازی باز میکنه. رخ اومده به خونه B8 و رخ A2. اسب گسترش پیدا کرده به خونه C6 و پیاده رو به پیاده بعدی متصل کرده توی بازی. وزیر C5 کیش. اما فیله رو ببینید چطور توی بازی داره جون میگیره و داره به این بازی اضافه میشه. فیل بعد مگنس داره به یه فیل بسیار قدرتمند تبدیل میشه. درسته داره پیاده رو از دست میده توی بازی، این اتفاق افتاده، اما با زدن پیاده داره بازی بازتر میشه. حالا رخ ستون C رو هم داره توی بازی کنترل میکنه. وزیر رفته، فیل به اسب نشسته. خب اسب جابجا شده و پیاده خودش رو مگنس توی بازی پس گرفته. شاید با خودتون بگید اوکی اینجا اسب میتونه بزنه توی فیل و برتری 2 فیل رو بگیره، اما اگر اسب در D5 بازی بشه، وزیر در D5 بازی میشه، کی میخواد این خونه رو توی بازی کنترل کنه؟ حالا یکی باید بیاد وزیر مگنس رو بگیره توی بازی. این وزیر بسیار قدرتمند میشه. خب رخ اومده به خونه C8، پیشنهاد تعویض رخ ها مگنس کارلسن رد کرده. رخ به خونه C1 اومده، فیل دیگه رخ هم بلاک کرده توی بازی. یک لحظه فقط ایول بار رو نگاه کنید که داره مثبت 4 به نفع سفید نشون میده، در حالی که مگنس کارلسن اینجا فقط یه پیاده توی بازی پیشه، ولی وضعیت رو داره مثبت 4 نشون میده. رخ به خونه B6 اومده. اوکی فیل میتونه رخ رو بزنه، اما اگر رخ رو بخواد بزنه، وزیر میزنه توی B6، چنگال شاه و رخ اتفاق میفته. اما اینجا هم سفید میبره، باز شاه جابجا بشه، سیاه اصلا نمیتونه رخ رو بزنه. اینجا وزیر میاد، این وزیر باید محافظ پیاده بمونه توی بازی. خب شاه باید جابجا بشه، اسب رو با کیش میزنه. خب حالا رخر هم داره میزنه، اگر نخواد بزنم اوکیه، حتی با F6 میتونه به بازی ادامه بده. کی قراره جلوی وزیر شدن پیاده رو بگیره توی بازی؟ اصلا هنرنمایی داره میکنه مگنس کارلسن و هنر شطرنج رو داره واقعا به ما نشون میده توی این بازی. خب توی این لحظه خب مگنس نزده رخ رو توی بازی، فیل رو گذاشته D4، رخه رو به دام انداخته، اسب رو آچمز کرده و رخه جایی نمیتونه بره. مثلا رخه رو میخواد بذاره G3، شاه H2، کجا میخواد بره؟ جایی برای رفتن نداره. میخواد رخه رو بذاره G4، وزیر در G4، اسب نمیتونه وزیر رو بزنه به خاطر این آچمزی توی بازی. و هر چی جلوتر میریم داره این بازی زیباتر و زیباتر میشه. توی این لحظه سیاه رخ خودش رو تسلیم کرده و مگنس با پیاده پس گرفته. اسب به خونه C6 اومده، حمله به رخ، حمله به فیل توی بازی. اما توی این لحظه مگنس کارلسن فیل رو رخ رو گذاشته H7 و حریفش از بازی انصراف داده. این پیاده رو هیچ کس نمیتونه توی بازی نجات بده. با همراه کیش پوزیشن کلاپس کرده، اصلا شاه کلاپسیشن اینجا، من نمیدونم دارم چی میگم. اصلا توی این لحظه سیاه از بازی انصراف داده. چرا انصراف داده؟ مثلا بخواد فیله رو هم توی بازی بزنه، از این آچمزی خلاص شه، وزیر میاد جاش، باز همین آچمزی رو ایجاد میکنه. چیکار میخواد بکنه؟ سیاه اصلا فلج پوزیشنش، هیچ کاری نمیتونه بکنه. A4 میخواد پیادهش رو برونه رونده کنه، وزیر میاد D5، داره میاد E6 و شاه کاری از دستش بر نمیاد. مثلا سیاه میخواد با وزیر C5 کیش به بازی ادامه بده، پیشنهاد تعویض وزیرها. اوکی من وزیرها رو تعویض میکنم، پیاده رم میزنم، شاه جابجا بشه رختم میزنم، 2 رخ در مقابل اسب و این وضعیت رو میبازه سیاه. حتی اگر اینجا وزیر در C4 بخواد بزنه، پیاده رو بزنه، با طرح این که بتونه قطره رو حداقل توی بازی حمایت کنه، اینجا حرکت‌های اصلا تاکتیک وجود داره. رخ رو میذاره F7، کیش میده، شاه هیچ جا نمیتونه بره توی بازی، باید با اسب بزنه. حالا محافظ وزیر از دست رفته و وزیر رو توی بازی میزنه و این بازی رو باز میبره.
مگنس. اینجا مات در 11 حرکت این وضعیت هم به همین دلیل حریفش دیگه توی این لحظه از بازی انصراف داده. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و امیدوارم این ویدیو با این که داره دیر آپلود میشه اما علاقه‌مندان به شطرنج حتما این بازی رو ببینن، چون من خیلی کیف کردم. امیدوارم شما هم لذت برده باشید. توی ویدیوی بعدی میبینمتون.